الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، به خدمت شما هستم از برنامه دیگر از برنامه‌های راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما چنانچه در برنامه گذشته پیرامون موضوع توسل بود، همچنان ادامه می دهیم بحث را. در برنامه گذشته معنا و مفهوم توسل را به خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم و همچنان توسل به اسماء الهی با دلایل از قرآن عظیم الشأن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم موضوعاتی را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان نمودم. اما یک نوع توسل دیگر از توسل‌های مشروع و توسل‌هایی که از دیدگاه شرع رد نیست بلکه مورد تایید شریعت مقدس اسلام هست، همانا توسل به اعمال صالحه انسان هست که انسان به اعمال صالحه خود آنگونه‌ای که اعمال صالحه را انجام داده از الله تعالی چیزی را طلب می کند و این اعمال صالحه خود را وسیله قرار می دهد برای تقرب به سوی الله تعالی. ما در قرآن عظیم الشأن موضوعات و مطالبی و آیاتی داریم برای تایید این موضوع. می شود گفت که اولین دلیلی که در این مورد ما خواسته باشیم به آن اشاره بکنیم همانا سوره مبارکه فاتحه ام الکتاب هست. الله تعالی در این سوره مبارکه می فرماید: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حالا چیزی که ما از این سوره میدانیم این است که الله تعالی در این سوره مبارکه برای ما دعا کردن را یاد میدهد. چگونه؟ ما روزانه نماز میخوانیم و بار بار این سوره مبارکه را تکرار میکنیم، اما شاید کمتر بر روی این سوره فکر کرده باشیم. الله تعالی برای ما دعا کردن را یاد میدهد. الله تعالی میفرماید وقتی ما سر نماز ایستاد میشیم این را میخوانیم و از الله تعالی تقاضا میکنیم: الحمد لله رب العالمین. تمام حمدها و ستایشها از آن پروردگاری است که او پروردگار عالمیان هست، پروردگار تمام عالم هست. الرحمن الرحیم، الله است که بخشاینده و مهربان است. مالک یوم الدین، الله است که مالک و پادشاه روز جزاست. بعد انسان چی میگه؟ ایاک نعبد، ای الله خاص تو را عبادت میکنم، خاص تو را عبادت میکنم نه غیر تو را. و ایاک نستعین، و خاص از تو مدد میخواهم، خاص از تو کمک میخواهم. این نکات یاد شما نره بینندگان عزیز و گرامی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون در آیات و در برنامه‌های بعد و در موضوعات بعدی که در مورد توسل ما میخوایم صحبت کنیم این نکات یاد شما نره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنم، خاص تو را ای الله ما عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میخوایم، خاص از تو کمک میخوایم. بعد از این که انسان این تعریف و تمجیدها را از الله میکند و این عبادت خود را بیان می کند که من خاص تو را عبادت می کنم و خاص از تو مدد می خواهم، دعا می کنه: اهدنا الصراط المستقیم، ای الله ما را هدایت کن به راه راست. حالا موضوع ما چیست؟ استناد ما کجاست؟ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اینها توسل به اسماء الهی هست، توسل به صفات الهی هست. بعد الله تعالی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا انسان عبادت خود را بیان میکنه: ای الله من تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو مدد میخواهم، تنها و تنها از تو کمک میخواهم. اینجا که انسان این موضوع را بیان میکنه بعد چی میگه؟ دعا میکنه: اهدنا الصراط المستقیم. طریق دعا کردن را الله تعالی به ما یاد میده.
ما این گونه دعا میکنیم، اعمال خود را در پیشگاه خدا پیش میکنیم. ای الله این عبادت من، این استعانت و کمک خواستن من که تنها و تنها از تو میخواهم، که مسئله توحید است. توحید و یکتاپرستی خود را انسان پیش میکنه، بعد از الله تعالی چیزی را طلب میکنه. این گونه الله تعالی سبحانه و تعالی به ما یاد میده طریق دعا کردن را. قرآن عظیم و شان برای تعلیم ما فرستاده شده، برای اینکه ما یاد بگیریم. قرآن به ما تعلیم میده طریق دعا کردن را، طریق عبادت کردن را. چون دعا کردن توقیفی هست، انسان باید به طریقه دعا کند که شریعت گفته، از پیش خود چیزی را نسازد. این دلیل اول از قرآن. دلیل دوم از قرآن عظیم الشان متعلق است به سوره مبارکه بقره. الله تعالی در سوره مبارکه بقره داستان ساختار خانه کعبه را بیان میکنه که حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام خانه کعبه را بنا کردند. بعد از این که خانه کعبه بنا شد دعا کردند. چگونه دعا کردند؟ الله تعالی به ما یاد میده. دعا کردند وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا الی آخر که دعا میکنن. همش دعا هست. بعد از این که خداوند جل جلاله میفرماید ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام آنها بنای کعبه را کردن و تمام شد و پایه های کعبه را بلند کردن، دعا کردن. این بلند کردن پایه های کعبه را در پیشگاه خدا وسیله قرار دادن که ای الله ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ای الله از ما بپذیر، از ما قبول بکن، چرا که ای الله تو سمیع هستی، میشنوی ای خدا، و تو علیم هستی. توسل به اسماء الهی هست و توسل و وسیله جستن با اعمال صالحه، با عمل صالحی که حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام انجام دادن که همانا چی بوده؟ همانا بنای کعبه بوده. این عمل نیک خود را که همانا بنای کعبه هست را در پیشگاه خدای متعال جل جلاله ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام وسیله قرار میدهند. این است معنای وسیله. بینندگان عزیز و گرامی، وسیله قرار دادن به اعمال صالح این گونه هست که ما از قرآن کریم یاد میگیریم. الله تعالی به ما یاد میدهد که چگونه ما وسیله بکنیم. و همچنین در سوره مبارکه آل عمران آمده که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اینجا هم انسان به اعمال صالحه در پیشگاه خداوند متعال جل جلاله خودش رو نزدیک می کند. الله تعالی می فرماید این کسانی که دلهای آنها از ایمان لبریز شده و الله تعالی قلبها و دلهای آنها را از ایمان لبریز کرده، این گونه دعا می کنند، میگن یقولون ربنا اننا آمنا، ای الله ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، ای الله پس ما را بیامرز گناهان ما را، ذنوبنا گناهان ما را، و قنا عذاب النار، ای الله ما را از آتش جهنم دور بدار، ما را از آتش جهنم نجات بدی، ما را از آتش دوزخ ای الله نجات بدی. این انسان های نیک دعا میکنند در پیشگاه پروردگار سبحانه و تعالی. الله جل جلاله دعای آنها را به ما بیان میکنه. اول چه کار میکنن؟ ایمان خود را که عمل صالح آنهاست در پیشگاه خدا پیش میکنن. ای الله ما ایمان آوردیم، ما اهل ایمان هستیم، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. در آیات قرآن کریم شبیه این آیه زیاد هست که نشان میده بر این که انسان به اعمال صالحه خود توسل میکنه، توسط اعمال صالحه خود به الله تعالی نزدیک میشه. بله عزیزان و بینندگان گرامی، این خیلی مهم است که انسان با اعمال صالحه خود به الله جل جلاله خودش را نزدیک میکنه و خودش را به الله جل جلاله پیش میکنه. ای پیش میشه به الله تعالی، تقرب میجویه به الله سبحانه و تعالی. الله جل جلاله در این آیه از اهل ایمان بیان میکنه که اهل ایمان توسط ایمان خود به الله تعالی نزدیک میشن و تقاضای مغفرت از الله میکنن، تقاضایی میکنن که الله یا الله ما را بیامرز، ما را ببخش.
این از قرآن کریم و آیات متعددی در این مورد وجود دارد. فقط من به بعضی از آیات اشاره می کنم و آیات دیگر را عزیزان و بینندگان گرامی می توانند از قرآن کریم خودشان ببینند. شبیه این آیات فراوان هست در قرآن عظیم الشأن. دلایلی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در این مورد وجود دارد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم و گفتم ای رسول خدا برای من دعای یاد بدهید که من در نماز خود آن را بخوانم و آن را دعا بکنم، از الله تعالی بخواهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که تو این گونه دعا بکن: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. این حدیث در صحیح بخاری آمده. حدیث شماره 8834 و 6326 و 7387 آمده. این دعا این گونه است که انسان از الله تعالی این گونه دعا می کند: ای الله من بر خود ظلم کردم، ظلم فراوان. ای الله ولا یغفر الذنوب الا انت، جز تو کسی دیگری گناهان را نمی آمرزد. فاغفر لی مغفرة من عندک، یا الله مرا بیامرز، مرا مغفرت بکن. وارحمنی، ای الله جل جلاله بر من رحم بکن. انک انت الغفور الرحیم، ای الله سبحانه و تعالی تو آمرزنده و مهربان هستی. این دعا وسیله هست به اسماء الهی، به صفات الهی، ولی انسان این را در چه انگامی در نماز میخواند، این عبادت نماز خود را در پیشگاه خداوند جل جلاله تقدیم میکند و این دعا را میخواند. چون ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میفرماید که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستم که پیامبر برای من دعای یاد بدن که من در نماز آن را بخوانم، در نماز از الله تعالی آن را طلب بکنم. بناهن پیامبر علیه السلام این دعا را به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یاد دادن و تعلیم دادن. و در این مورد همچنان یعنی موضوع توسل جستن به اعمال صالحه حدیث غار موجود هست که حدیث مفصلی هست که نیاز میطلبه به این که وقت زیادی به خدمت ما باشه و وقت زیادی به دست ما باشه که بتوانیم در مورد حدیث غار مفصل صحبت بکنیم. اما بنده به صورت مختصر این حدیث را به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان میکنم، اما بعد از میان برنامه که انشاءالله میان برنامه را از اتاق فرمان میگیریم، بعد از آن انشاءالله که این حدیث را به صورت مختصر به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. با سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، بحث ما در مورد توسل به اعمال صالحه هست. حدیث غار عبارت از حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از 3 نفر که در اقوام گذشته بودند پیامبر علیه السلام قصه می کنند و داستان ایشان را برای امت خود بازگو می نمایند که این روایت در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث موجود هست و در جاهای مختلف از این کتب آمده. بله عزیزان و بینندگان گرامی، این 3 نفر چی کاره بودن و از کجا بودن و چی کار کردن که توسل به اعمال صالحه ما میخوایم در موردش استناد بکنیم عبارت از چی هست؟ در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند 3 نفر روزی در راهی میرفتند، در وسط راه باران تندی به سراغ آنها آمد. این 3 نفر با همدیگر به غار پناه بردند، به غاری پناه بردند در داخل کوی. به محض ای که داخل غار شدند، دهانه غار را سنگ بزرگ آمد و گرفت. سنگ بزرگ آمد و گرفت که اصلا اینها نمیتوانند بیرون بشن. گفتند چیکار کنیم؟ حالا ما این قوت و این توان را نداریم که سنگ را از دم غار دور بکنیم. البته مفهوم حدیث را به خدمت عزیزان بیان میکنم. چیکار بکنیم که این سنگ
از دهانه غار پس بشه، بره دنبال که ما بیرون بشیم، یا حداقل آفتاب رو ببینیم، در داخل غار هم اینجا دفن نشیم، در داخل غار هم اینجا قبری برای ما نشه. یکی به یکی دیگر گفت و با هم دیگر مشوره کردن و سرانجام به این نتیجه رسیدن، گفتن بیاییم اعمال صالحی که ما انجام دادیم، اعمالی که واقعا مخلصانه برای الله انجام دادیم، همین اعمال را در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی پیش بکنیم، ببینیم که الله سبحانه و تعالی چی کار میکنه. امید هست که الله تعالی دعای ما را بپذیرد و این اعمال صالحی که مخلصانه برای الله جل جلاله انجام داده بودیم، الله تعالی قبول بکند دعای ما را و ما را از این مشکل نجات بدهد و فرج برای این مشکل ما بیاید. پیامبر علیه السلام میفرمایند اولی رفت و دستای خود را بلند کرد، گفت ای الله، من والدینی داشتم، پدر و مادری داشتم، من به این پدر و مادرم احترام خاصی داشتم و هر وقتی که میرفتم و گوسفندها را بیرون میکردم و حیوانات را بیرون میکردم برای چراندن، بعد از این که برمیگشتم شیر از این حیوانات میگرفتم و می آوردم، اول برای پدر و مادرم می دادن، بعد از آن به اهل خود، به فرزندان خود و به فامیل خود و به زن خود و به همسر خود می دادم. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که این مرد گفت ای الله، روزی از روزها من به مشکل برخورد کردم و دیرتر آمدم خانه، دیدم که پدر و مادرم خواب شدند، آن ظرف شیر را گرفتم، آوردم، دیدم که پدر و مادرم خواب هستند، بالای سر پدر و مادرم ایستاد شدم، در حالی که فرزندانم از گرسنگی در آنجا منتظر هستند که برای آنها شیر بدهم، برای آنها غذا بدهم، اما پدر و مادرم را از آنها مستحق تر می دانستم و نسبت به آنها حق آنها را نسبت به فرزندانم مقدم تر می دانستم. می گوید ای الله، من بالای سر پدر و مادرم ایستاد شدم تا این که صبح شد و پدر و مادرم بیدار شدند، بعد ظرف شیر را دادم، پدر و مادرم از شیر خوردند، بعد بردم به فرزندانم دادم. ای الله، اگر من این عمل را خالصانه به خاطر تو انجام دادم، ای الله دعای من را بپذیر و ما را از این مشکل نجات بده. پیامبر علیه السلام می‌فرمایند که سنگ اندکی پس رفت، اندکی پس رفت که فقط آنها آفتاب را می دیدند، فقط روشنایی داخل غار کمی آمد. جوانان عزیز توجه کنید، به خصوص توجه من برای جوانانی هست که برای خواهر و برادری است که متاسفانه نسبت به پدر و مادر بی‌ادبی و گستاخی می کنند و حق پدر و مادر را ضایع می کنند. حالا بحث ما پیرامون حقوق پدر و مادر نیست، وگرنه در این مورد آیات و روایات متعددی هست که انسانهایی که حق پدر و مادر را ضایع می‌کنند الله تعالی و پیامبرش نکوهش کردند، ولی فقط اشاره به این موضوع کردم. خب بعد از این سنگ از دهانه غار کمی پس شد که فقط آنها روشنایی را دیدند. دومی رفت دعا کرد، گفت ای الله، من دختر کاکا یا دختر عموی بسیار زیبایی داشتم و چشم من به طرف او بود که با او زنا بکنم. دوست داشتم او را، زیاد دوست داشتم. بعد میگوید که من از او تقاضای زنا کردم، اما او رد کرد و برایم گفت هر وقتی که تو 100 درهم شرعی 100 درهم آوردی، من با تو این عمل شنی را انجام خواهم داد. بعد میگوید من تلاش کردم، سعی کردم، با مشکلات گرفتار شدم تا اینکه 100 درهم را جمع کردم. بعد میگه وقتی که 100 درهم را جمع کردم، آمدم 100 درهم را به او تقدیم کردم و او خود را برای من آماده کرد و آماده شد که با من زنا بکنه. میگوید وقتی که آماده برای زنا کردن شد، فقط برای من گفت که ای بنده خدا، از خدا بترس. این دختر کاکا میگه برای من گفت که از خدا بترس، آنچی که تو لایقش نیستی، آنچی که حق برای تو نیست، به آن دست نزن. خب حالا سخنی گفت که تعبیرش را من نمیگویم. خلاصه این که آماده برای زنا شد و این دختر کاکا از او
او را متوجه کرد که مواظب باش، این عمل را انجام نده. بعد میگوید من با این که آماده بودم، با این که اون برای من آماده بود و هیچ مشکل برای من نبود، من ای الله به خاطر رضایت تو زنا را ترک کردم. ای الله اگر به خاطر تو این کار را انجام دادم، ما را از این مشکل نجات بده. سنگ اندک دیگر پس رفت، ولی نمیتوانستند بیرون بشن، اندک پس رفت. بعد میگوید که اینجا هم توجه جوانان عزیز را جلب بکنم. جوانان عزیز مواظب باشید، عفت و پاک دامنی خود را به هیچ بها و به هیچ سرمایه تبدیل نکنید. واقعا عفت و پاک دامنی شما ارزش دارد. خداوند متعال جل جلاله این عفت و پاک دامنی شما را دوست دارد، چی برادر است چی خواهر. خب اینجا هم اندک سنگ پس رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نفر سومی آمد، گفت ای الله من کارگرهای بسیار فراوانی داشتم، کسایی بودند که پیش من کار میکردند و من با آنها مزد میدادم، مزد همه را تقدیم میکردم جز یک نفر که پیش من کار کرد ولی مزدش را نگرفت و رفت. میگوید من گرفتم از این پول و از این دارایی که این انسان داشت پیش من، از این مزدی که پیش من داشت، این را به کار انداختم، کشت کردم، زراعت کردم و کارهایی را کردم برای اینکه مال این شخص زیاد بشه. میگوید که روزی از روزها بعد از چندین وقت آمد و برایم گفت که ای بنده خدا مالم را بدی، مالم را بدی. گفت که من برایش گفتم که این شترها، این گوسفندها همه مال توست، کار کرده بالای آنها، این مال ای فراوان شده، مال این انسان، مال این کارگر. میگوید که این کارگر برای من گفت ای بنده خدا مرا مسخره نکن، آن مزدم را برایم بدی. گفت من برایش گفتم که تو را مسخره نمی کنم، آن چی که گفتم حقیقت است، این گوسفندها و این شترها، اینها همه این مالهایی که میبینی همه مال توست، برو از توست. ای الله اگر این عمل را فقط به خاطر تو انجام دادم، ما را از این مشکل نجات بده. پیامبر علیه السلام میفرمایند که سنگ پس شد و الله تعالی جل جلاله سنگ را از دهانه غار پس کرد. فخرجوا یمشون، هم بیرون شدن و از داخل غار رفتن. این حدیث در کتب صحیح، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث موجود هست و آمده. خب آنچه که ما از این حدیث میخواهیم بفهمیم این است که انسان اعمال صالحه خود را در پیشگاه خداوند متعال پیش بکنه، ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی دعا و نیایشش را خواهد پذیرفت. عزیزان بیننده، وقت ما در اینجا تمام میشه. اجازه دهید که در این قسمت از برنامه هم از خدمت شما رخصت بشیم. همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم. الله جل جلاله یار و مددکار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.